با سلام، امروز با شماییم به آموزش دوخت مقنعه. پارچه مورد نیاز 80 سانت الی 1 متر. طول و عرض پارچه رو روی هم میخوابونیم. 1/2 دور سر اندازه میگیریم و علامت میزنیم. از این نقطه قد مقنعه که بستگی به دلخواه خودمون اندازه میگیریم، علامت میزنیم. پشت به اضافه 20 سانت میشه. از این نقطه تا این نقطه علامت میذاریم قد بلندی مقنعه‌مون و قسمت پشت 20 سانت از جلو باید بلندتر باشه. خطمون رو میکشیم و حالت نیم دایره میکنیم تا قسمت پشت، بعد قیچی میکنیم. بعد از قیچی کردن از این نقطه تا پایین رو یه دور با چرخ میدوزیم، بعد سردوز انجام میدیم و بعد قسمت پایین رو سردوز میکنیم و بعد تا میکنیم حدودا 1 سانت و چرخ کاری میکنیم.